من سال 1964 در گیون گرین به دنیا آمدم. مادر من از پولشا و پدرم از بریتانیا باشد. من در تانزانیا به دنیا آمدم چون که پدرم در آنجا مأمور مستملکاوی بود. وقتی که من 2 سال داشتم ما بر انگلیا برگشتیم. پدر من همچون کتابداری بین الحلقی کار میکرد. وقتی من 10 سال داشتم ما به مصر سفر کردیم. در اول من به مکتب اینترنت داخل شدم و بعد در مشهورترین مکتب اینترنتی خریستیانسکی منستر به نام امفیلفورس داخل شدم. مادر من اسم مرا در این کالج ثبت کرده بود حتی پیش از تولدم. من از این مکتب اینترنت خیلی خلوت می بردم. من فکر میکنم آنجا خیلی کلان بود و بر من تأثیر گذاشت و من شبهه میکردم در دکترینه‌های نصرانی و عبادتگاهانشان و در این کار ذهنگی میکردم و من در خاطر دارم تا آن وقت من به مکتب میرفتم. مادرم باید آهسته آهسته مرا کاتولیکی نماز را خرسند باش ماریا را یاد میداد. خرسندی میکرد در ماه زنان مادر خدا. من فکر کردم چگونه خدا مادر دارد و اولین سوالی که من از دین پرسان میشدم سوال من پاسخ نمیافتم و همین خاطر دوام میکردم و در این سن خردسالی من به سوالهای مهمی که مقصد حیات در چیست اصلا پیشتر من فکر میکردم چرا من در این مکتبم، برای چی من در مکتب منستری هستم. من نمیدانستم که در حقیقت مقصد در چیست. غیر از این من باید زحمت میکشیدم، نتیجه به دست می آوردم و با بهای خوب اگزمین ها را سپارم و بر دانشگاه خوبی روم و بعد آن کار خوبی را پیدا کنم و من می توانم پول زیاد کار کنم و به فرزندان خود فرستم تا در همان مکتب تحصیل کنند و همین طریق آنها نتیجه به دست آورند و بر دانشگاه خوب داخل شوند و کاری را پیدا کنند و به فرزندان خودشان پول فرستند تا که در آن مکتب تحصیل کنند. من فکر میکردم باید کاری را انجام داد که نتیجهش از زیاد باشد. همین طریق در مکتب کمبودی‌ها بودند و در ریمسکی کاتولیسم من شبهه میکردم. اینچنین بسیار مخالفت‌ها میشد که مرا وادار میساخت که اندیشه کنم بین مینالیتت و رسم آیین انگلیا و مینالیتت رسم آیین مصر. وقتی که من در مصر عادت کردم به آدمان اهمیت میدادم. برای من حیرت آور بود که آنها از حیات خود راضی هستند. آنها از نگاه من خیلی خوشبخت می نمودند و همه می گفتند انشاءالله، یعنی اگر خدا خواسته باشد. معلش همه خوب است، الحمدلله، ستایش خدا راست و همه عمل از روی قانون پیش می رفت. برای من تعجب آور بود که چرا مردم به غرب می آیند حالان که دارای تمام اشیاها هستند. اگرچه در مصر اهالیش خیلی کم بود اما آنها چنان خوشبخت بودند، در آنجا همه چی برابر بود از جهت مبلغ و دیگرها. در حقیقت این مرا زیر سوال می برد در جایی که من تربیت می یافتم. من 10 سال را در مصر سپری کردم. در آنجا با من با 2 نفر هم صحبت شدم. سخن یکیش برایم هیچ تأثیر نمی رسانید. من به کار شروع کردم. من در کارخانه خدمت رسانی نفتی در بحر سرخ مدت 6 ماه کار میکردم و سابق کاپیتان کشتی با من درباره دین حب صحبت شدند و آن سوال کردند از دین من را آغاز کردند. همان وقت من در هلا در دین نصرانی ها شبهه داشتم. در حقیقت من همچون بوداییست عمل میکردم به مدت چند سال و همیشه به آموختن هر گونه دین میپیوستم. و آن وقت مردم میگفتند تو خودت را نصرانی حساب کن و من کوشش میکردم که آنها را فهماندم.
عقیده ترویسا را که میگویند یک خدای پدر، فرزند مقدس بود، اما آنها سه خدا نبودند. یک خدا بود، مثل پدر فرزند داشت، مقدس بود. آنها این عقیده نافهم را داشتند. در حقیقت این نافهمی است. و در آخر سخنی به من گفت تو باور داری که عیسی خدا است؟ من گفتم بله. تو باور داری که عیسی در کریست کشته شد؟ من گفتم بله. و تو باور داری که خدا مرده است؟ وقتی که این سوال را کرد به من هلا و هلا تأثیر کلان رسانید و این مرا مجبور ساخت که در این سوال چقدرتر اندیشم و همه چیزی که من باور داشتم برای من انخ کرد. من در خود جمع آوردم همه آن چیزهایی که معنی نداشتند و او بر یک سوال کوتاه توانست به من فهمانند که من به این دیکترینه خریستیانسو باور نکنم. و بعد چنین آزمایش‌ها در دین‌های گوناگون، فلسفی، عقیده‌ها، من در همین فکر آمدم که دین من آمیخته است. و شما همه این را می‌دانید. وقتی من تحصیل می‌کردم آنها را دینی خاصی بود که در آن هر لحظه چیزهای بدتر می‌خواندم. در حقیقت این برای من واهمناک بود. من تسلیم شدم و فکر میکردم معنی حیات در چیزی هست. عقیده گوناگون ممکن معنی حیات در بایگری باشد و در وقت هوش باشد. ممکن من پول زیاد ندارم، شاید برای من باز پول لازم باشد. به همین خاطر من خوبتر فکر کردن گرفتم. شما میدانید اگر بایگری خوشبختی است پول زیاد کار میکنید و میخواهید همه امکانیت را در حیات استفاده برید. من چگونه میتوانم پول زیاد کار کنم با کاری خرده که دارم؟ به همین خاطر من فکر میکردم درباره تمدن جامعه شخصا که پول زیاد دارند و همه آنها میخواستند باد و هوا بریتانی باشند. آرزوهای امریکایی. همین طور در فکرم زنهای عربستان سعودی آمد که با این قدر پولهای کلان بایگری زیاد در همه جا کار میکنند و در اشتران میروند. من آنها را خیلی زیاد نظر میکردم. به این خاطر من خوب فکر کردم. عربستان سعودی، من میدارم آنجا اسلام، قرآن، من درباره این دین کتاب میدانم بعضا چیزها را. من به W.H. سمیث رفتم، رفیق کتابی من را دیدم که یک قرآن خیلی کهنه بود با ترجمه خیلی مشکل و من آن را خواندم. وقتی که من خوانده ایستاده بودم حس کردم که این مثل دیگر کتاب‌های عادی نیست. وقتی که من بار دوم گرفتم خواندن این خیلی مشکل بود. این نه تنها کتاب است. برای خواندن شما اصلا باید از آن مقصد خود را دریابید. من تنها خواستم بدانم که در این کتاب چی چیزهاش ذکر شده است و این بر انسانها چی تأثیر میگذاراند و به این خاطر مجبور شدم اندیشم. و من فکر میکردم خیلی زیاد که از اینجا چرا جستجو کنم. این کتاب شما را به اندیشه میبرد. در آن تمام نشانه های زمین و آسمان را میبینی و درباره آنها چقدر سخت میاندیشی و همه این چیزها جالب دقت است برای آنهایی که خردمندند، برای کسانی که امکانیت فهمش این چیزها را دارند. این کتابی است که خودش تو را به اندیشه میبرد و من این را تیز میخواندم. در مدت 2 هفته کتاب را تمام میکردم. من آن وقت را در خاطر دارم وقتی که من در پاییز می نشستم می دیدم آدمان در راه قرآن میخوانند. باز میگشتم به تیره‌ام می نگریستم. به خود میگفتم هر وقتی من کتاب را میخوانم میگویم او یک تاست. من فکر میکنم که همان لحظه ها اولین انتخاب من بود. وقتی که من حیات پیامبر محمد را خواندم بسیارتر باور میکردم که او پیامبر خداست. در قرآن گفته شده است که آن شخصان با خیرت یهود و نصارا می‌دانند که محمد فایده‌آور است. مثال فرزندان ما می‌دانند که محمد برای هدایت
تمام بشر آمده است. نصرانی ها تنها بیبل را میخوانند، میدانند که کیها آمده بودند پیشتر، و کسانی که قرآن را به حیات پیامبر محمد را میخواند، آنها دارای یک خزینه بزرگ علمی میشوند. و ما عمیق میدانیم که محمد پیامبر خداست. وقتی که آنها این کار میکنند، من آنها را در خواب غفلت بوده میحسابم. و الحمدلله این حادثه ها رخ داده همه‌اش از حیات من بود که من چگونه اسلام آوردم. من فکر میکنم چیزی از همه زیاد مرا به خود جلب میکند در قرآن این معلومات درباره خدا. در دیگر دینها معلومات درباره خدا گوناگون است. دوم این که در قرآن آمده است روز آخرت، روزی که داخل به جنت، و ما باور داریم که بعد مرگ ما خداوند جسمهای ما را باز جمع می آورد. وقتی که پس از مردن در کتاب بیبل معلومات کمتر است. وقتی که قرآن را میخوانی یگان چیزی زیادتری نوشته نیست. تمام چیزی که هست مهم و معنیدار است. وقتی که بیبل را میخوانی چیزهای خیلی و خیلی زیاد دراز نوشته شده است که هیچ پیوستگی ندارد. و دیگر چیزهایی که دقت مرا جلب میکرد، وقتی حیات پیامبر محمد را میخواندم. وقتی که کسی درباره حیات شخص دیگر مینویسد، کسی که حیات او به فایده جامعه است. من باور دارم که چیزی در قرآن آمده بود، این سیرت او است، راستگویی غمخواری اوست. و پیامبر محمد راستگو بود. و من میخواهم سپاسگزار باشم خدا را که مرا به اسلام آورد. اسلام دین صلح است و خوشبختی می‌آورد و دلهای شما. من دائما فکر میکنم که خدمت در اسلام کنم و من به دیگران گفتنیم در راه قبول دین اسلام کوشش کنند. سپاس و ستایش خدا را باشم. و السلام علیکم.